امروزه با پیشرفت اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی فیلمسازی در عرصه گروه کودک و نوجوان سخت‌تر شده. در این چند ساله حضور کمپانی‌های عظیم و سرمایه‌های کلان رقابت رو برای فیلمسازان تنگ و تنگ‌تر کرده. درود بر شاهزاده خانم. امروز زود بیدار شدیم. هنوز به سفرهای دریایی عادت نکرده ایم. فکر میکنید کی به مقصد برسیم؟ اگر دریا همین گونه آرام باشه، گمان میکنم حدود یک هفته دیگه. من دو شخصیت داشتم در فیلم سینمایی سنباد و سارا. یکی پرنسس بودم و مروارید. و اینکه پرنسس شخصیتی داشت تاریخی بود و مروارید هم یه شخصیت عادی داشت. آدمی بود که حسادت میکرد و بعد از اینکه حسادت میکرد کنار اومد با یه سری مسائل و شخصیت خودش رو خوب بودنش رو نشون داد. دلم به شما دیگه یادم رفت دیگه این کار تکرار نکن. میدونی که آقای کارگردان چیکار میکنه؟ همیشه رو سر من خراب میشه. دیگه نبینم این کارو تکرار بکنی. دلم به شما گفتم